در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید گردید که حکومت تاجیکستان مسئله وضع اجتماعی طبقه های آسیب پذیر جامعه را همیشه در مرکز دقت خود قرار داده و بسته به رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت برای بهتر نمودن شرایط آنها پیوسته چاره‌جویی می‌نماید. با پشتیبانی از سیاست اجتماعی سرور دولت از جانب ساکین ناحیه رشت محب باباجانوف و فرزندانش به مکتب اینترنتی جمهوری نظامش مخصوص شهری ҳисор کمکی مادی رسانیده شد. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالوهابی عبدالستار. ساکینی 80 ساله ناحیه رشت محب باباجانوف که با عزم و اراده سازنده در کارهای آبادانی فعالانه سهم می‌گذارد، فرزندانش را همیشه به انجام عملهای خیر هدایت می‌نماید. این صاحبکار وطنی در برابر بنیاد و نفسازی راه و پل‌ها، انشاءات اجتماعی و کارگاه‌های استحصالی در ناحیه رشت و دیگر نواحی مملکت به صدها نفر یتیمان و معیوبان، شخصان یکه و تنها، برجاماندگان و عائله‌های نیازمند کمک مادی رسانیده در بهداشت سطح زندگی آنها سهمی نظررس می‌گذارد. این نوبت عمل خیری فرزند این مرد روزگار دیده بکیجان باباجانوف که در خارج مملکت به صاحبکاری مشغول است، زیاده از 320 نفر تربیت گیرندگان مکتب اینترنتی جمهوری نظامش مخصوص شهری ҳисор را خوشحال نمود. پدر و پسر به تربیت گیرندگان این مکتب اینترنت 200 خلطه آرد، 100 خلطه برنج، 50 خلطه شکر، 100 خلطه مکرون، زیاده از 1 تن روغن رستنی و لباس زمستانه کمک کردند. ما شاهد یک اقدام خیلی بزرگ خیریوی شدیم که از جانب یکی از رادمردان وطن، یک تاجیک پسری که در فدراسیون روسیه کار و فعالیت می‌نماید و صاحبکاری مشغول است. این هم باشد باباجانوف حاجی بیگی جان است. یک اقدام خیلی خوب ظاهر نمودند به کودکان و تربیت گیرندگان مکتب اینترنتی جمهوری نظامش مخصوص شهری ҳисор مواد خوراک و همزمان لباس گرم برای 326 نفر خواننده خریداری کرده آوردند. ضمن تقدیم مواد غذایی و سر و لباس به تربیت گیرندگان مکتب اینترنت تاکید گردید که هرچند حکومت مملکت برای بهتر نمودن شرایط زیست و بلند برداشتن سطح دانش یتیمان و معیوبان توجه زیاد ظاهر نماید، صاحبکاران و شخصان سخاوت‌پیشه هم کمک به این طبقه جامعه را همچون عملی نیک انسانی دانسته در پیروی به عمل و اقدام‌های خیرخواهانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دستگیر و مددگار نیازمندانند. نمونه عالی آن اقدام‌های خیرخواهانه صاحبکار وطنی محب باباجانوف به حساب می‌رود. ما عائله باباجانوف‌ها 4-5 سال شد که به نیازمندان و کودکان معیوب ما یاری می‌رسونیم. من خودم از بس که یتیم کلان شدم، تا وقتی که خون در بدن من گردش می‌دهد، من فقط به محتاجان، به یتیمان، به نیازمندان کمک اولین خود را می‌رسونم. جناب عالی با کدام ناحیه که سفر نکند و از احوال یتیمان، معیوبان، کم بضاعت‌ها باید ما هم باشیم پیرو جناب عالی. فرزندهای من در آبادی وطن، در یاردم کردن وطن حیثه خودشون رو میگذارد. یادآور میشویم که در مکتب اینترنتی مذکور 320 نفر از تمام منطقه های کشور به تعلیم و تربیه فرا گرفته شدند که از این 5 نفر یتیم کل، 64 نفر نیم یتیم و باقی مانده کودکان و نورسان معیوب و ناقص العقل می باشند. صاحبکار خیرخواه محب باباجانوف تصمیم گرفته است که در آینده به آموزگاران و مربیه های این مکتب اینترنت نیز به اندازه 1000 سامانی به هر یک نفر کمک رساند. فرزندان را در روحیه وطن دوستی، خودآگاهی، علم آموزی، هنرمندی تربیت کنند. همه این آبادی، همه این یاری های کمک می‌رساندگی در پرتو خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی جناب عالی شده ایستاده است. در آغاز سال 2020 مراتبه اول نیست که نیازمندان از کمک‌های این صاحبکار وطنی برخوردار می‌شوند. چند روز پیش این شخصی سخاوت‌پیشه به نابینایان شهری ҳисор به حساب قریب 130,000 سامانی مواد غذایی و به یک عده زنان که به پاککاری کوچه و خیابان‌های پایتخت مشغولند مبلغ کمک نمود. در این دوره همچنین به عائله‌های نیازمند 14 جماعت دهاتی ناحیه رشت نیز به حساب 1,400,000 سامانی کمک مادی رسانیده شد. عبدالوهابی عبدالستار، اهل‌دین کریم، عبیدالله سعید ولی، اخبار.